اگر انسان اطمینان داشته باشه که وقتی نماز فجر، نماز بامداد داخل شده، سنت فجر بدون از اینکه از آن شده باشه بخونه کدام باکی نداره. اما اگر وقت فجر داخل نشده باشه، باز اگر سنت بخونه او درست نیست، باید سنت دوباره اعاده بکنه، از سر بخونه. ذکر الله تعالی دو نوع است. یکی ذکری به جهر و با آواز بلند، یکی با آواز پست. کسایی که ذکر قلبی میگن، بعضی علما مراد از ذکر قلبی یعنی ذکری که با آواز پست گفته میشه، خوانده میشه، دیره میگن مراد ذکر قلبی است. یا بعضی ها گفتن مراد از ذکر قلبی تدبر و تفکر و یعنی انسان بالای معانی کتاب و سنت و با نشانه هایی که در خلق الله تعالی میبینه به اینا فکر میکنه، ایره نوع ذکر قلبی معرفی میکنن. بهترین ذکر همون ذکر است که انسان زبان و قلب هر دو را در حرکت بیاره. زبان تلفظ کنه و قلب به همون معنا فکر کنه و او را اثرش در دل خود انتقال بکنه، از او وعظ بگیره، پند بگیره. این بهترین ذکر است، هم اثری زبان و هم اثری قلب. اما ذکری مشهوری که صوفیا میکنه به نام ذکر قلبی که طریقه خاصی دارن، قلب ای تو حرکت بتی او تو حرکت بتی، در شریعت کدام اساسی نداره، بلکه نوعی از بدعت است. اختراع در دین یک طریقه خاصی را ایجاد کردن و انسان به این نه تنها اجر نمیگیره بلکه گناهگار هم میشه. این طریقه ثبوت نداره. مراد از ذکر قلبی فکر و سوچ و انسان به نشانه های الله تعالی و به خلق الله تعالی فکر میکنه، به معنی کتاب و سنت فکر میکنه، تدبر میکنه که در قرآن تدبر هم آمده یا تفکر آمده، امثال از اینها، به این انسان اجر میگیره و این مطلوب است. دختر که شوهر کرد به این معنا نیست که رابطه از او از پدرش ختم میشه و او دیگر او را پرسان نکنه، احوال نگیره. این فهمی غلط است. صله رحمی در هر حالتی مطلوب است، چه دختر نزد خود انسان بوده باشه یا نزد برادرش بوده باشه یا نزد شوهرش بوده باشه یا دیگر اقربای دیگری، خواهر انسان، همه از اینها صله رحمیش بر انسان واجب است. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه. روایت بخاری است، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی اگر به الله و روز آخرت ایمان داره صله رحمی داشته باشه. آیات قرآن عظیم شان میفرماید واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذي القربى. عبادت الله را ابتدا مقدم ذکر کرده و بعد از او امر کرده به پدر و مادر اینها احسان داشته باشین و همچنان به ذوی القربى. ذوی القربى دخترت است، برادرت است، خواهرت است، عمه‌ت است، خاله‌ت است، هر کسی که با تو در نسب شریک است، اینها با اینا انسان صله رحمی داشته باشه و این صله رحمی سبب برکت در زندگی انسان، در عمر انسان. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. رواه البخاری و مسلم. کسی اگر دوست داره که در رزق از او فراخی بیاید، الله تعالی در رزق از او فراخی را بیاره و در عمری از او برکت بیاره، عمری از او بیشتر شوه، عمرش با برکت شوه، یعنی گاهی عمری زیاد هم نداره لکن برکت در عمرش است که خیلی زیادی از عمرش استفاده میکنه، فلیصل رحمه، باید صله رحمی داشته باشه. آن کسی که با این رحمش نزدیک است، پیوندش نزدیک است، خویشاوندی داره، با همراه از او باید علاقه داشته باشه، رابطه داشته باشه، خبرش بگیره، پرسانش کنه، اگر مجبور و محتاج است کمکش کنه. این در شریعت مطلوب است. کسی باید به خاطر از اینکه دختر ما شوهر دادم، خواهر ما شوهر دادم، رابطه خود از اونها قطع نکنه. اگر توان داشته باشه دختری خدا، خواهر خدا زنگ زده خبر نگیره، گناهگار است. این شکی نیست، قطع صله رحمی کرده. بدون شک خواهر بالای برادر خود حق داره، به خصوص خواهری که هیچ کسی نداره، یعنی به جز برادر کسی دیگری نداره، پدرش وفات کرده، سرپرست دیگری نداره و شوهر نکرده، تا به حال بالای برادر واجب است که نفقه از ایره بدهه و ایره تا به وقتی که به شوهر میده ایره باید تمام مصارف شه و دوش بگیرد.
و بعد از اینکه شوهر میکنه هم حق داره، حق پرسان داره، حق زیارت داره. این نوع صله رحمی شریعت به این امر میکنه. و همچنان اگر توان داره، توان مالی در حد توانش، اگر نادار باشه، بیچاره باشه، همراهش کمک کنه. و این در شریعت مطلوب است، به خصوص صدقه در مرحله اول به خیش و اقربا و به انسانهایی که به انسان پیوند نزدیک دارن، حق اولویت از اونهاست. بارک الله فیکم.